درباره افتاندیل سابیربکوف رسانه‌های قرقیزستان آخر ماه ایون آگاه شدند. او در یک مراسم بسیار باشکوه و سرخرج در نزد یک کوه بلند سوار چرخبال وزارت حالت‌های فوق‌العاده قرقیزستان به لذت نورکوجویوا پیشنهاد ازدواج کرد. نورکوجویوا دختر برادر خردی پرزیدنت صادر جباروف است. بحث و انتقادها زیاد شد و صادر جباروف برای این کار لذت و دامادشوندش عذر خواست. او گفت که خویشاوندان پرزیدنت باید خاکسار باشند و به خرج و خرجات زیاد راه ندهند. جباروف گفت که دامادشونده جوانی کرده است. حالا سخنگوی پرزیدنت به مطبوعات گفته است که سابیربکوف میخواست از روی خویشاوندی با خانواده پرزیدنت برای خود افرادی با پشت و پناه پیدا کند. بر اساس همه دلیل ها می شود گفت که هدف اساسی این جوان پیدا کردن نفران در قدرت بود تا فعالیت های غیر قانونی او را بپوشانند. تاکید می کنم که پرزیدنت صادر جباروف فعالیت غیر قانونی هر کسی را که نباشد پنهان نمی کند. جزئیات عمل های غیر قانونی داماد شونده سابق و شریکانش در جریان تفتیشات تحقیق می شوند.